روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهای امروز سه‌شنبه دوم مارس را من مومن احمدی تقدیم میکنم. در برنامه امروز در برابر دیگر خبرها درباره اظهارات جو بایدن درباره حمله روسیه به اوکراین، قطع نیروی برق و خانه‌های مردم در تاجیکستان، سرنوشت مادری بازداشت شده بلاگری تاجیک و ارزش روبل روسی صحبت میکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در نخستین پیامش به مردم و کنگره امریکا گفت که جهانی آزاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای حمله بی دلیل به اوکراین تحت انزوا قرار داد. او در حضور وکیلان در شهر واشنگتن گفت ولادیمیر پوتین با آغاز جنگ در اوکراین محاسبه غلط کرد. به قول جو بایدن، ولادیمیر پوتین به این اندیشه بود که در بین سیاستمداران در امریکا و در اروپا تفریقه ایجاد میکند. او افزود پوتین اشتباه کرد. ما آماده ایم، ما متحدیم. روزی گذشته حمله های نیروهای روسیه در شهرهای کیف و خارکوف شدت گرفت. یک موشک از جمله به مناره تلویزیونی در پایتخت اوکراین برخورد. با گفته مقامات در نتیجه 5 نفر کشته شدند و پخش برنامه‌های تلویزیونی اوکراین قطع گشت. بینندگان عزیز، در برنامه خبری امروز دایر به تحولات اخیر در اوکراین، ادامه جنگ و حمله ها گزارش داریم و هم با تاجیکان مقیم این کشور صحبت میکنیم که میگویند در اوکراین چی میگذرد. در ما بمب پرتخت ایستادن بالای شهر ما، سیرین پیشکی ما خبر میکنن در اینجا همین آرمیای اوکراین، ما با آرمیای اوکراین باور داریم. همین مردم همه با آرمی تکیه کرده ایستاده است. با همین آرمی اوکراین، ما با همین سربازای اوکراین هرچی توانم با اینا یاردم کرده ایستادیم. صحبتی مفصل با صفوت برهانوف مهاجر تاجیک در شهر ادیسه را در برنامه خبری امروز تقدیم میکنیم که ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو نشر می شود. جنگ روسیه با اوکراین به زندگی مهاجران نیز تاثیر رسانده است. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند در پرداخت معاششان در ماه گذشته تأخیر صورت گرفته است. این زمان شکایت ها درباره انتقال پول هم می رسد. اگر شما هم چنین مشکلی دارید و میخواهید در برنامه بگوییم، با تلفن هایی که میبینید بنویسید و یا در ویدیو ثبت کرده بفرستید. بعد مراجعت‌های پیوسته شما درباره قطع نیروی برق در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان، همکاران ما در دوشنبه مشکل مذکور را تحقیق کردند که چرا در خانه‌های مردم و مؤسسه‌ها مثلا از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه نیروی برق نیست. به ناحیه‌های اطراف دوشنبه رفتند تا ببینند که نبودن نیروی برق به زندگی و کار مردم چی تأثیر گذاشته است. دینا نکشتن اینا ساری از سر خشتگیسوی این یک کار میگم بکنیم ما در اختر رو ابریسکه کنن یک کار کنن هیچ کار نمیشه کدا. مقامات انتظامی تاجیکستان یک ماه پیش شاهد محمد جانو و مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف که در شبکه‌های اجتماعی با نام عبدالرحمن 99 شناخته می شود بازداشت کردند. او روز 3 فوریه امسال بازداشت و به همکاری با سازمان‌های ممنوع متهم شد. هرچند پیوندانش این اتهام را رد می‌کنند. حالا قضیه او تا کجا رسید و تلاش‌های پیوندانش برای دیدار با او چی نتیجه دادند؟ در برنامه اخباری آزادی در این باره با تفصیل خواهیم گفت. یک موضوع دیگری که محض با خواهش شما آن را تحقیق کرده، مسئله بالا رفتن قیمت نیروهای مینرالی در تاجیکستان است که ده‌ها هزار دهقان و کشاورز تاجیک به آن احتیاج دارند. چندین نفر به ما مراجعت کردند که قیمت 50 کیلو کربامید که برای حاصل و سبزیش زراعت استفاده می شود تا 500 سومانی رسیده است و در صورت خرید و استفاده آن قیمت تمام سبزیجات در تاجیکستان به آسمان می رسد. اگر فرصت رسید در برنامه گزارش رو در این باره تقدیم میکنیم. در پایان برنامه مثل همیشه درباره قربی سامانی در برابر اسعار خارجی میگوییم که تا چه حد تغییر یافت. قربی رسمی سامانی در برابر روبل روسی در مقایسه به یک روز پیش تغییر یافت. بانک ملی روز 2 مارس رسما 1000 روبل را برابر به 110 سامانی 2 سامانی کمتر از دیروز مقرر کرده است.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل را با 102 سامانی و 50 دیرم عوض می‌کنند. بانک ملی قربی $1 آمریکایی را 11 سامانی و 30 دیرم و 1 یورو را 12 سامانی و 62 دیرم معین کرده است. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در برنامه اخباری آزادی انتظار باشید که ساعت 17 به وقت دوشنبه و 15 به وقت مسکو نشر می‌شود. تا دیدار در 3 ساعت دیگر.